درود دوستانی عزیز، حالا ما در استودیوی تاج سرود قرار داریم. یعنی برای شما گفته بودیم پیشکش میکنیم یک فیلم با نام سرنوشت. حالا ما با دستگیری رجب علی ابرانی که اساسگذار استودیوی تاج سرود هست است، دوبلیاژ فیلم رو گرفته ایستادیم با همراهی شادی نیمانزاد، رجب علی ابرانی و بدرالدین خلوف. خب از رفت چیز اندک یا پرچه برای شما میمونیم رجب علی جان. یک پرچه دوبلیاژ کرده خود رو میمونیم بهری شما دوستانی عزیز. انا ما کم ترک اکران کلام کنیم به خاطر دیدن شما. اولا میبری یکی فرو انشاءالله خداوند بخیر هم این روزها رو نصیب میکنه. بزن شما مرحوم. خب بیو یاردم کنم اوچا جان. باز یک بیو اوچا جان. جوشی. آها. آنا بعد. اوه بدرالدین. لبای بدرالدین جان. اوه خدا را شکر شما خوبین تینجین. آوازهای بدرالدین رو نگرفتیم. آوازهای بدرالدین حالا نیستن لیکن همه شکی پرده کردیم. پیشکش شما خواهیم کرد. پناه بخدا.